تا حالا در مورد تارسال تانل سیندروم یا سندروم تونل تارسال شنیدین؟ همون کارپال تانل سیندروم در اندام تحتانیه. خوشبختانه خیلی شایع نیست، ولی خیلی تشخیص ها رو مشکل میکنه. مریض مراجعه میکنه با درد سوزشی، برق گرفتگی انگشتان پا که غالباً یک ریسک فاکتورهایی مثل واریس پا، سابقه کف پای صاف و همینطور تروماها یا ضربات و جراحاتی که به مچ پا خورده رو مریض اعلام میکنه. لازم به ذکر بیماری دیابت از بیماری‌های سیستمیک، استئوآرتروزها از عوامل مستعد کننده هستند و همین خاطر قبل از اینکه مریض رو به بیماری‌های دیگری تشخیص بگذاریم بهتر هست در مورد معاینات مطرح در این بیماری با شما صحبت کنم. بیمار مراجعه کننده خانم یا آقا، غالباً خانم ها، از درد سوزشی شاکی هستند که اگر ما ضربه‌ای به ناحیه در حقیقت پوستریور تیبیالیس، عصب پوستریور تیبیالیس وارد کنیم، بیمار احساس برق گرفتگی رو ابراز میکنه. بیشترین علامتی که بیماران ابراز میکنند درد سوزشی است. برای تشخیص این سندروم لطفاً به کلینیک‌های درد مراجعه بفرمایید. سپاسگزارم.